اول با هم دیگه بریم ببینیم این استاد چی میگه. ببین مشکل از کجاست؟ اینم کنه یعنی چی، خرجم کنه یعنی چی؟ اونا رو برو پیدا کن، اونا مفتن. شب خونت میاد، ظرفاتم میشوره، خونه‌رم تمیز میکنه، غذاتو میذاره، صبحم با اسنپ برمیگرده. که اونم بیمایه فطیره. خب از اول همینو میگفتی ما بفهمیم دردت چیه دیگه. الکی میگی ما باید مستقل باشیم، بعد اونور میگی مرد باید ساپورتیو باشه، فمینیستا رو قاطی مرد سالاریا میکنی چون به نفعته. خب از اول بگو اگر میخوای بیام عزیزم خونتون بهت بدم، طبق صحبتهای خودت نمیدونم غذا درست کنم، بعد نمیدونم خدماتتو انجام بدم و سپس با اسنپ برم، باید پولشو بدی. خب یه چیز عادیه، ما میدونیم تو ایران بیزنس چیه، کارگر کارش چیه، اینا رو میدونیم. شما میخواید بیزی باشید ولی بگید نه ما مستقلیم. برای من خیلی عجیب بود که یه نفر انقدر واضح داره میگه آقا من اگه بخوام بدم باید بهاشو دریافت کنم. خب این فقط یک معنی داره. من نمیدونم شما پدر و مادر چجوری بزرگیت کردن، شما و امثال شما، مثلا شما تو کودکی چی دیدی، چقدر سختی کشیدی، چی از خانواده‌ات دیدی که به این درجه رسیدی که بگی اگر من میخوام این کارا رو برات بکنم باید بهاشو پرداخت کنی. این اسمش ساپورتیو بودن مرد نیست، این یه اسم دیگه ای داره، مثلا یه بحث جداه.